باشیم. عرض سلام و ادب و احترام مجدد. فصل 7، حکایت ارزش تصویر از خود. حکایت ارزش تصویر از خود. چقدر موضوع مهمیه این بحث تصویری که ما از خودمون داریم. مستخدم با قهوه و نان فرانسوی به اتاق ناهارخوری آمد و جوان در حالی که درس ادامه می‌یافت صبحانه خورد. دولتمند گفت سؤالهایی را از تو میپرسم که یاریت خواهد کرد تا بفهمی در طول چند دقیقه تفکرت چه برایت پیش آمد. نخستین چیزی که باید دریابی این است که رقمی که بر روی آن صفحه کاغذ نوشتی مفهومی بسیار ژرف‌تر از آنچه میپنداری دارد. در واقع آن رقم نمایانگر ارزشی است که در چشم خود داری. در نظر تو چه بخواهی به آن اقرار کنی و چه نه، سالی $50,000 ارزش داری، نه یک پنی بیشتر و نه یک پنی کمتر. جوان گفت نمیدانم چطور میتوانید این حرف را بزنید. این واقعیت که آن رقم را انتخاب کردم نمایانگر آن است که ذهنی متوازن دارم و هر دو پایم روی زمین است. فقط نمیدانم که در این لحظه چگونه میتوانم بیشتر به دست بیاورم. وانگهی شغلی پردرآمد یا مدرک تحصیلی یا پسندازی در بانک ندارم. دولتمند گفت طرز تفکرت تا حدودی معتبر است. به هر حال من به آن احترام میگذارم. تنها مسئله این است که این گرایش علت وضع فعلی توست. شرایط بیرونی به راستی چندان مهم نیست. این را خوب به خاطر نگاه دار. همه رویدادهای زندگیت آینه است که اندیشه هایت را باز میتاباند. هر آنچه که در زندگی داره برای ما رخ میده، هر شرایطی که ما داریم توی زندگی تجربه میکنیم، بازتاب اندیشه های خودمونه، بازتاب تفکرات خودمونه. خیلی ها رو من میبینم که میگن آقا ما خیلی تلاش میکنیم، خیلی کار انجام میدیم، خیلی میدویم، ولی نتیجه‌ای که لازمه رو به دست نمیاریم. چرا این اتفاق میفته؟ چون اندیشه های خوبی نیست. چون ما تصویر خوبی از خودمون نداریم. هنوز نتونستیم یه تصویر از خودمون تو اون شرایطی که میخوایم بسازیم و خلق کنیم. بازتاب اندیشه های ما در واقع میاد میشه شرایط زندگی ما. عوامل بیرونی تاثیر نداره. من خیلی ها رو میبینم میگن به این علت، به این علت، به این علت، به این علت. همه این علل بازتاب اندیشه های ماست. یعنی ما وقتی یه فکر رو هی تکرار میکنیم، نتایج هی برای ما هی تکرار میشه. با رفتارهای جدید، حتی با آدمهای جدید ما نتایج مشابه و یکسان میگیریم. پس راه حل چیست؟ بیایم و اندیشه هامون رو درست کنیم، بیایم و تفکرمون رو تغییر بدیم، بیایم یه تصویر ذهنی درست از خودمون داشته باشیم. فیلم راز در مورد این موضوع صحبت میکنه. اگر خواستید کتاب محدودیت صفر جو ویتالی در مورد این موضوع صحبت میکنه که البته جلد دومش که حضور در وضعیت صفر هست رو من خیلی پیشنهاد نمیدم. کتاب تو بحث رفتاری و شخصیت شناسی کتاب خانم دویفورد نیمه تاریک وجود این موضوع رو توضیح میده و خیلی کتاب‌های دیگه که در مورد انسان هست، در مورد شخصیت انسان و نتایج زندگی انسان هست، این موضوع رو توضیح میدن. فیلم راز مثلا با همین جمله شروع میشه که هر کس مرکز جهان خیشتن است، نقطه آغازها و پایانها. ما پدید آورندگان شرایطیم یا خود پدیده‌ای برآمده از آن. این جملات روی ذهن شخص من حک شده. هر موقع با یک مسئله روبرو میشم، هر موقع با یک شرایطی که دوستش ندارم روبرو میشم، به این موضوع فکر میکنم که من پدید آورنده شرایطم یا خودم یه پدیده‌ای برآمده از شرایط. الان قرار این شرایط من رو کنترل کنه یا من قرار شرایط رو به کنترل خودم دریارم. میشینم افکارمو بررسی میکنم، پیدا میکنم افکار نادرست رو و اونها رو با تفکرات درست جایگزین میکنم. اگر به پذیرش این توهم گسترده
که عوامل بیرونی زندگیت را تعیین میکنند ادامه بدهی، ذهنت نخواهد توانست این اصل را دریابد. من خیلی ها میبینم که در واقع در مورد این موضوع صحبت میکنن ولی هنوز که هنوزه نپذیرفتن که آقا خودمون هستیم که داریم زندگیمون رو میسازیم و شرایط بیرونی تاثیرگذار نیست، دولت تاثیرگذار نیست، کشوری که توش به دنیا اومدی تاثیرگذار نیست، تورم تاثیرگذار نیست، تو همین شرایط، تو همین تورمه، تو همین قیمت دلاره، تو خیلی ها دارن سعادتمندانه زندگی میکنن، دولتمندانه زندگی میکنن. تو همه جای دنیا مسئله وجود داره. کیا دارن دولتمندانه و سعادتمندانه زندگی میکنن؟ کسانی که شرایط رو توی مشت گرفتن و دیگه پدیده‌ای برآمده از شرایط نیستن و اجازه ندادن که این اتفاق براشون بشه پذیرش که آقا شرایط بیرونی داره زندگی من رو تحت تاثیر قرار میده. و میگه اگر این مدلی باشیم دائما به این فکر کنیم که آره ما نمیدونم یا آدمای اطراف ما خوب نیستن یا شرایط ما خوب نیست یا شهر ما خوب نیست یا هر چیز دیگه‌ای، به این پذیرش نمیرسیم که خودمون تعیین کننده زندگیمون هستیم. ذهنمون این اصل ببینید، اصول، ما یه چیزی تحت عنوان اصول دین میگن هر کسی اصول دین رو قبول نداشته باشه دیگه بعدش فروع دینه. این یک اصل در موفقیت که تو خودت تعیین کننده شرایط زندگیت هستی و این رو باید بپذیریم. اگر هی به شرایط تمرکز کنیم ذهن ما این اصل رو نمیپذیره و ذهن ما این اصل رو قبول نمیکنه. در واقع هر چیز زندگی مسئله گرایش است. زندگی دقیقاً همان گونه است که تصویرش میکنی. هر چیز که برایت پیش میآید محصول اندیشه های توست. پس اگر میخواهی زندگیت را عوض کنی باید از عوض کردن اندیشه هایت آغاز کنی. اندیشه هایت در مورد اطرافیانت، اندیشه هایت در مورد آدمهات، اندیشه هایت در مورد همکارات توی تیمت، اندیشه هات در مورد دوستانت، اندیشه هات در مورد خودت، اندیشه هات در مورد کشورت، اندیشه هات باید شروع کنی اینا رو تغییر بدی. و مهمترین اندیشه به نظر من اندیشه در مورد خودمون هست. اندیشه هامون رو در مورد خودمون درست کنیم. اون عزت نفسه، اون اعتماد به نفسه رو به خودمون برگردونیم. بی تردید این را اندکی کهنه و مبتذل می انگاری. بسیاری از افراد عقلگرا لجوجانه این اصل را رد می کنند. اما حقیقت این است که همه کسانی که در زندگی به رغم زمینه کارشان امری بزرگ را به انجام رساندند همواره مخالفت‌های جدی متفکران خردگرا را نادیده گرفتند. هر انسانی که در زندگیش یک قدم بزرگ برداشته، موفقیتی خلق کرده، شرایطی رو تغییر داده، با یه سری آدم خردگرای منطقی روبرو بوده که از نظر اونها این کار شدنی نبوده ولی اونها باش مقابله کردن، باش برخورد کردن و تونستن اون تغییر رو ایجاد کنن. مثلا یه روزی توی کلیسایی صحبت از پرواز انسان‌ها میشه. یکی از اون اسقف، حالا اگر اشتباه نکنم اسقف‌های اعظم اونجا، میاد میگه که هیچ وقت انسان این شرایط و این امکان رو به دست نخواهد آورد که پرواز کنه. اگر قرار بود انسان پرواز کنه خداوند به انسان‌ها بال میداد. بعدها 2 تا پسرش که برادران رایت باشن میان و هواپیما رو اختراع میکنن. یعنی خود پسرای خود اون فرد که میاد میگه اصلا امکان پرواز آدم ها وجود نداره میان هواپیما رو اختراع میکنن. یا بحث خود ادیسون زمانی که میاد میگه و من میخوام از الکتریسیته نور بگیرم و در واقع شهرها رو روشن کنم و چراغ از الکتریسیته بیام این لامپ رشته‌ای رو اختراع کنم. خیلی از دانشمندای اون موقع، خیلی از اساتید دانشگاه، خیلی از آدم‌های فرهیخته اون موقع میگن که ادیسون خل شده و میان یه سری افراد خردگرا که چون تو ذهنشون در اون لحظه اون اتفاق جا نمیشه میان میگن این شدنی نیست. ولی آدم‌هایی که این کار رو انجام دادن، امور بزرگی رو به انجام رسوندن، تصویر درستی از آنچه که میخواستن به دست بیارن داشتن. این ابداً
جوان گفت این ابداً بدین معنا نیست که با هوشمندی مخالفم. نه، همچنان دولتمند داره ادامه میده. کاملا بالعکس، استدلال و منطق برای کامیابی امری اساسی است، اما کافی نیست. باید آنها را به صورت ابزار و خادمانی وفادار به کار گرفت، نه بیشتر. در بیشتر موارد استدلال و منطق در راه توفیق بزرگ به موانع راه بدل می شوند، زیرا شاهکارهای بزرگ فقط توسط کسانی آفریده شدند که به قدرت ذهن ایمان داشتند. افراد موفق هیچگاه نمیگذارند که اوضاع و شرایط بیازاردشان. میگن یه روز ادیسون یه شب از خواب بیدارش کردن، پاشو آزمایشگاه داره میسوزه. بلند شد و نشست به تماشای آزمایشگاهش. به پسرش گفتش که برو مادرت صدا کن بیاد. گفت چرا؟ گفت دیگه هیچ وقت احتمالاً آتیشی به این بزرگی رو نمیبینه. بعد بهش گفتن آقای ادیسون تو الان امشب سوخت آزمایشگاهت، میخوای چیکار کنی؟ گفت فردا از نو شروع میکنم. اینه که شده ادیسون امروز تا اینجا اسمش تا امروز مونده، تاثیرگذار بوده. چرا؟ چون اجازه نداده شرایط آزارش بده، اجازه نداده شرایط از مسیر خارجش کنه. و هر آدم موفق دیگه قطعاً بالا و پایین دیده، چالش. خیلی از آدم‌های موفق، افراد موفق هیچگاه نمیگذارند که اوضاع و شرایط بیازاردشان. به هنگام مواجهه با بزرگان گذشته میبینی اوضاع و شرایط آنها نیز به همین دشواری و اغلب حتی دشوارتر از معاصران بوده است، اما این فقط سبب شد تا برای دستیابی به نیروی درونشان ژرف‌تر روند. آن بزرگان اعتقاد راسخ داشتند که می توانند امور بزرگ را به انجام برسانند. باید اعتقاد راسخ داشته باشی که میتونی کارهای بزرگ بکنی، میتونی اتفاقات بزرگ رقم بزنی، میتونی به اون چیزی که در زندگی لایقش هستی، شایسته‌اش هستی و به خاطرش به این کره خاکی قدم گذاشتی دست پیدا کنی. باید اعتقاد، عمیقاً اعتقاد داشته باشی. همه آنهایی که دولتمند شدن عمیقاً معتقد بودند که می توانند دولتمند شوند و به همین دلیل کامیاب شدند. چقدر از عمق وجودمون موفقیت رو معتقدیم بهش که میتونیم، چقدر نه دائم داریم میگیم نه من که مثلا سنم اینه، من که جنسیتم اینه، من که تحصیلاتم اینه، من که فن بیانم اینه، من که ارتباطاتم اینه، من که اینا همه شرایط بیرونیه و هیچ کدوم تأثیری در موفقیت ما نداره، هیچ کدوم هیچ تأثیری در زندگی ما نداره. اینا فقط یه سری اندیشه است که در واقع بازتابش میشه نتایج ما. ما باید اندیشه های مثبت انتخاب کنیم، باید اندیشه های موفقیت انتخاب کنیم، باید دائما به خودمون بگیم که میشه. هیچ آدمی در مسیر موفقیت وجود نداشته که مانع و چالش سر راهش قرار نگرفته باشه. اما بیا به صفحه کاغذ خودمان بازگردیم. رقم $50,000 که نوشتی قطعاً بزرگترین رقمی نبود که به ذهنت آمد. بزرگترین رقم بود؟ جوان پاسخ داد حق با شماست، بزرگترین رقم نبود. پس چه رقمی بود؟ سرم از انواع ارقام انباشته بود. مثلا خب $100,000. پس چرا همان را ننوشتی؟ نمیدانم، به گمانم کاملا از دسترس دور بود. تا زمانی که معتقد نباشی میتوانی آن را به دست آوری، به همان شکل باقی خواهی ماند. شاید خیلی از ما برامون سوال باشه که چرا تا به امروز اون نتیجه‌ای که مد نظرمون بوده، اون اهدافی رو که یادداشت کردیم، چون خیلی از دوستایی که توی جمع هستن، خیلی از عزیزانی که دارن این لایو رو میبینن، هدفهای مکتوب دارن، تابلوی کائنات دارن، عکس خواسته ها رو گرفتن زدن به دیوار، عرضم حضورتون یاد دفتر آرزوها برای خودشون درست کردن. چرا واقعا بهش دست پیدا نکردیم؟ چون عمیقاً معتقد نیستیم که میتونیم تو زندگی به موفقیت برسیم. عمیقاً اعتقاد نداریم که ما میتونیم اونها رو داشته باشیم. معتقد نیستیم به این موضوع و تا زمانی که معتقد نباشیم همین وضعیتی که هست باقی خواهد ماند. اگر من امروز به لطف خدا یه سری از خواسته هامو تو زندگی تیک زدم،
تقریبا میشه گفت روزی که پا به این مسیر رشد گذاشتم، هر آنچه که خواستم امروز به لطف خدا به دست آوردم و امروز خواستم خیلی بزرگتره و دارم برای رسیدن بهش تلاش میکنم و سعی میکنم اندیشه های درستی داشته باشم. معتقد بودم که میتونم این اتفاق رو رقم بزنم. امروز اعتقاد شما به رقم زدن این اتفاق چقدره؟ این رو باید از خودمون سوال کنیم. چون فقط از $50,000 شروع کردی، کار زیادی در پیش داریم و اگر این کار را نکنیم مدتها برایت طول خواهد کشید تا دولتمند بشوی. پس بزرگترین رقمی را که اکنون برایت قابل دسترس می نماید بنویس، خودت را بگستر، کش بده خودتو، ذهنتو کش بیار، تلاشتو کش، ایمانتو بالا ببر، توکلتو زیاد کن، تلاشتو زیاد کن. جوان پس از لحظه‌ای تفکر نوشت $75,000. دولتمند به سرعت پاسخ داد تبریک میگویم، در عرض چند ثانیه $25,000 به دست آوردی، بد نیست. جوان گفت من که هنوز آن را به دست نیاوردم. پیرمرد گفت مثل این است که به دست آوردی، بزرگترین گام را برداشته ای. با در نظر گرفتن $75,000 به جای $50,000 تصویری را که از خود داشتی گستردی. جهش بزرگی نیست، اما به هر حال پیشرفت است. روم یک شبه ساخته نشد. هیچ اتفاقی یک شبه نمیفته. اثر مرکب، چه اتفاقات مثبت چه اتفاقات منفی. زیگلار خیلی حرف خوبی میزنه، میگه که آقا توی جمعی که داشته سخنرانی میکرده یه سوال از همین میپرسه، میگه آقا کیا میتونن تا کاری کنن که تا 3 هفته دیگه 1 ماه دیگه اوضاع زندگیشون بدتر بشه؟ همه این حضار دستشون رو میارن بالا و بعد هوشمندانه سوال میکنن کیا میتونن کاری انجام بدن که اوضاع زندگیشون بهتر بشه؟ همه مجبورن دستاشون رو بیارن بالا، چون همونطور که ما میتونیم توی 1 ماه آینده اوضاع زندگیمون رو بدتر کنیم، به همون شکل میتونیم اوضاع زندگیمون رو بهتر کنیم. همونطور که ما میتونیم توی 1 ماه آینده کارهایی بکنیم که باعث اضافه وزن ما بشه، میتونیم کارهایی کنیم که باعث کاهش وزن ما بشه. طبیعی هم است، مثلا 1 نفر اضافه وزن نیاز داره، 1 نفر کاهش وزن. درسته؟ پس در واقع این چیه؟ این قدرت اثر مرکبه. چرا؟ چون روم یک شبه ساخته نشده. در درون هر انسان نوعی روم هست. آنچه حیرت انگیز است این است که این شهر هم دقیقاً به همان صورتی است که تصویرش می‌کنی، هم به طرزی شگفت انعطاف پذیر. اندازه شهر تو بسته به محدوده است که برایش تعیین می‌کنی. با افزایش رقمی که نوشتی حد و مرز شهر خود را گستردی. روم درونت رشد کرد و این تنها آغاز کار است. پس همه ما همونطور که روم یک شبه ساخته نشده، یک روم در درونمون داریم، ولی با طرز فکرمون، با اعتقادمون به موفقیت، مساحت این روم رو میتونیم کمتر یا بیشتر کنیم. با تفکرمون، با فکرمون. در درون هر فرد، در درون هر انسان نوعی روم هست. همه اندیشمندان خردمند در طول اعصار گفتند که بزرگترین محدودیت ها حدودی است که انسان بر خویشتن تحمیل می‌کند و از این رو بزرگترین مانع کامیابی مانع ذهنی است. حد و مرزهای ذهنیت را بگستر تا حد و مرزهای زندگیت را بگستری. محدودیت‌ها را منفجر کن تا محدودیت‌های زندگیت را منفجر کن. اوضاع و شرایط زندگیت چنان دگرگون خواهد شد که گویی با سحر و جادو. از روی تجربه سوگند میخورم که این حقیقت دارد. حد و مرز و محدودیت ذهن من امروز چیه؟ دور بریزم، محدودیت‌های زندگیم خودش دور خواهد رفت، دور ریخته خواهد شد. همه موانع تو مسیر موفقیت، تو مسیر بهتر کردن زندگی، موانع ذهنی، چالش‌های ذهنی، هیچ چیزی واقعی نیست. یه سری توهمات، یه سری خیالات. جوان پرسید اما چگونه میتوانم دریابم که محدودیت‌های ذهنیم چیستند؟ همه اینها هم باور کردنی مینمایند.
هم کاملا انتزاعی و مجرد. دولتمند گفت همکنون چگونگی یافتن حد و مرز مربوط به تصویری که از خودداری را توضیح دادم. وقتی آن رقم را نوشتی این تصویر را به صورت عینی برگرداندی. دیدن اینکه هر فرد به راستی درباره خود چگونه می‌اندیشد واقعا مجذوب کننده است. هرگاه شخص این تمرین را می‌آزماید بیدرنگ رقم تصویر راستین را که از خود دارد نشان می‌دهد. با محدودیت‌های ذهنیش روبرو می‌شود که کاملاً با محدودیت‌هایی که در زندگی با آنها مواجه است مطابقت دارد. ببینید شاید ما الکی هم ببینیم مثلا 15 میلیارد مثلا من درآمد میخوام، خب ولی اعتقاده وجود نداره که میتونم 15 میلیارد رو در ماه رو به دست بیارم، در هفته رو، در روز سالانه 20 میلیارد من امسال میخوام پول در بیارم. مینویسم، سفتم مینویسم، میگم نه، ولی اعتقاد ندارم، از صمیم قلبم، از اعماق وجودم بهش معتقد نیستم. خواه از این امر آگاه باشد و خواه نباشد، زندگی در برابر محدودیت هایی که خودش برای خود تعیین کرده است سرخم می کند. اشخاصی که معمولاً شکست می خورند کمتر از همه از این اصول کلیدی کامیابی و دولت آگاهند. افراد موفق از این پدیده باخبر شدند و بیشترین کار را بر روی تصویری که از خود دارند به انجام رساندند. در آغاز آسانترین راه برای کار درباره تصویر از خود این است که شخص دیگری برگی کاغذ سفید بردارد و مدام ارقامی افزاینده را بر آن بنویسد. بیا دگر بار تمرین خود را از سر بگیریم. این بار رقمی بسیار جسورانه تر بنویس. جوان چند ثانیه‌ای اندیشید و با ناراحتی نوشت $100,000 و اعتراف کرد که این حد اکثر رقمی است که میتواند تصور کند به دست خواهد آورد. دولتمند گفت شاید حد اکثری باشد که بتوانی تصور کنی، اما قطعاً حد اکثری نیست که عملاً میتوانی به دست آوری. واقعاً من 6 ماه پیش نمیتونستم این لحظه این شرایط الان رو تصور کنم و قطعاً در عمل تونستم بیشتر به دست بیارم. قشنگ انگار زندگی کردم این کتاب رو، میدونید چی میخوام، و همچنان دارم زندگی میکنم. رقم بسیار، باز 6 سال دیگه، 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، همونطور که روم یک شب ساخته نشده میشینم اینجا و هم میگم که آقا این مدلی مثلا فلان تاریخ فکر نمیکردم که این اتفاقا برام بیفته. رقم بسیار کوچک و متواضعانه است. بعضی از اشخاص آن را در 1 ماه به دست میآورند، بعضی در 1 هفته و حتی 1 روز، و هر روز از سال به هر جهت بگذار به تو بگویم، به تو تبریک بگویم پیشرفت چشمگیری داشتی، درآمدت را به 2 برابر رسانده‌ای و به طرز قابل توجهی حد و مرزهای ذهنیت را گسترده‌ای. نه به آن اندازه که من دوست دارم، اما نمیخواهم با فشار تو را به شتاب وادارم. باید با تعیین هدفی آغاز کنی که هم جسورانه باشد و هم در عین حال معقول. یعنی تازه کارتو شروع کردی، آقا من میخوام 200 میلیون پول بیارم. منطقی نیست. 200 میلیون پولی نیست. خیلی‌ها توی 1 ماه به دست میارن، خیلی‌ها توی 1 هفته، خیلی از آدم‌ها توی 1 روز، خیلی از آدم‌ها رو من می‌شناسم توی 1 ساعت. ولی الان برای ما معقول نیست، چون خودمون اعتقادی به رسیدن بهش نداریم. ولی اینکه من بگم 2000 تومانم به دست، مثلا 2 میلیون تومانم در میارم، خیلی کوچیکه. باز هم باید جسورانه باشه هدف که ما رو به تلاش وابداره، ما رو از خودمون به فراتر ببره، ژرف‌تر ببره، و هم معقول. راز هر هدف این است که هم جاه طلبانه باشد و هم قابل دسترس. اما فراموش نکن که بیشتر مردم زیادی محافظه کارند. از انفجار محدودیت‌های ذهنی خود می‌هراسند. محدودیت‌های ذهنی خود را به نوعی عادت بدل کردند به برون بروند. مجاب شدند که زندگی فقط همین است. از رویا میترسن. عادت کردن که دائما به شرایط بیرونی نگاه کنن، مدام بیرون از خودشون دنبال مسئله بگردن، دنبال علت بگردن، رو خودشون کار نمیکنن، تصویر خوبی از خودشون ندارن. خب وقتی همش حال ما بده، از شرایط بیرونی نمیتونیم یه تصویر مناسب از خودمون بسازیم. نباید از گسترش حد و مرزهای ذهنیت بهراسی.
آنچه فقط با نوشتن اعداد بزرگتر و بزرگتر در 1 ساعت میتوانی به انجام آن برسانی حیرت انگیز است. در عرض چند دقیقه توانسته هدفت را مضاعف کنی. بعداً وقتی که تنهایی تمرین بعدی را انجام بده در خلوت اتاقت بنشین و مسیر تقدیر مالیت را تعیین کن و به این شکل بنویس: تا 6 سال از تاریخ امروز دولتمند میشم. وای، من قشنگ این جمله رو نوشتم اولین باری که این کتاب رو خوندم. یه نفر برام ترین کرد، نوشتم و الان دقیقاً 6 ساله که دقیقاً داره همین لحظه از اون موقع میگذره. تا 6 سال از تاریخ امروز. عجیبه واقعا. احتمالاً در برابر این واقعیت که 6 سال آزگار به درازا میکشد تا دولتمند شوم اعتراض خواهی کرد. من هم با تو موافقم، اما به فعالیت در آوردن کلید رازی که تقدیر مالی و بخت و اقبالت را تضمین میکند فقط 1 ثانیه طول میکشد. خودم با پول نقدی معادل $25,000 امروز شروع کردم که دولتمندی سالمند به من قرض داد و دقیقاً 5 سال و 9 ماه طول کشید تا نخستین $1,000,000 خود را به دست آوردم. ما هنوز $1,000,000 نداریم باهاش. از آنگاه با استفاده مکرر از این قاعده توانستم با نوشتن ارقامی مدام افزاینده آن را چندین و چند برابر کنم. این قاعده همواره بعضی از مردم را به خنده واداشته است و این عوض نخواهد شد. به هر جهت آنها که میخندند دولتمند نیستند. جوان متفکرانه سر تکان داد. هنوز کاملا متقاعد نشده بود. تماما زیادی آسان مینمود. دولتمند ادامه داد: البته این قاعده برای کسانی مؤثر است که میخواهند چیزی بیش از دولتمند بشوند، اگرچه همه آن جاه طلبی را گرامی نمی‌دارند و این دقیقاً زیبایی این راز است. این در مورد هر رویایی صادق است، از متواضعانه ترین تا شکوهمندترین میتواند سبب شود که هر سال $5,000 بر درآمدت بیفزایی یا هر سال درآمدت 2 برابر سال قبل شود که از هر جهت عملی است. پس اگر اشکالی ندارد به اتاقت برو و مدتی را آنجا بگذران تا من هم به سراغ گل سرخ‌های گرانبهایم بروم. جمله ای را که به تو گفتم بنویس: تا 6 سال از تاریخ امروز دولتمند میشوم و همچنان دولتمند میمانم. پیشنهاد میکنم شما هم بنویسید. آنگاه تاریخ روز و ماه سال را بنویس. حتما هر احساسی را که در ذهنت میآید، هر چه که باشد بنویس. احساستونم بنویسید. روی میز تحریر چند صفحه کاغذ هست. یک چیز را به خاطر داشته باش: مادامی که به آرمان دولتمند شدن خو نگرفته ای و مادامی که این آرمان بخشی از زندگی و درونی ترین اندیشه هایت نشده است، هیچ چیز نمیتواند به تو کمک کند تا دولتمند بشه. اکنون برو و به قاعده یا عبارت تأکیدی که به تو دادم بیندیش. بگذار در طول 6 سال آینده اصل هدایتگرت باشد. اینم از فصل 7. فصل بسیار بی‌نظیری بود. این فصل از کتاب بسیار بسیار مفهوم مهمی رو تو حوزه موفقیت مطرح کرد و خیلی خوب آقای مارک فیشر در قالب یک داستان اومده و مفاهیم موفقیت رو میگه. امیدوارم که همه شما عزیزانی که این لایو رو شرکت کردید و این فصل کتاب رو همراه ما بودید 6 سال دیگه دولتمند باشید. امیدوارم که این کتاب بهتون بتونه خیلی کمک کنه.